تو جنگ‌های امروز سامانه پدافند هوایی نقش حیاتی به منظور مقابله با تهدیدهای هوایی و هم جلوگیری از تسلط دشمن به فضای میدان‌های نبرد رو بر عهده دارند. زیاد شدن تهدیدهای هوایی تو سطوح مختلف و لزوماً حفاظت از تأسیسات و مراکز حساس و حیاتی موجب شده تا انواع سامانه‌های پدافند هوایی برای واکنش به تهدیدهای هوایی طراحی و ساخته بشن. توسعه پهپادها به خصوص تو نقش پهپادهای انتحاری و موشک‌های کروز که تو ارتفاع پایین پرواز می‌کنن باعث شده تا تهدیدهای هوایی تو ارتفاع پست اهمیت زیادی پیدا کنن و به چالشی مهم برای سامانه‌های راداری و پدافندی تبدیل بشن. طبیعتاً برای مقابله با اونا نیاز به سامانه‌های پدافندی ارتفاع پست بیشتر از قبل به چشم می‌خوره. کار تحقیق برای توسعه سامانه‌های راداری و پدافندی ارتفاع پست تو کشورهای مختلف منجر به تولید و عملیاتی شدن سامانه‌های پدافندی مختلفی شده که بعضی از اونا تو میدونای رزمی عملکرد خوبی داشتن. کشورمون هم تو این زمینه قدم‌های بزرگی برداشته. قبل از ادامه این ویدیو اگه تا به الان کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فعال کنید. بعد از جنگ تحمیلی سامانه پدافندی ارتفاع پست FM-80 که نمونه چینی سامانه پدافند هوایی کورتال فرانسوی بود به وسیله کشورمون خریداری شد. سامانه FM-80 با برد 15 کیلومتر توانایی مقابله با هدفهایی از ارتفاع 30 تا 6000 متر رو داره. تو سالهای بعد متخصصای صنایع هوافضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موفق به مهندسی معکوس و ارتقای این سامانه تو کشور شدن و سامانه پدافندی یا زهرا محصول همین پروژه است. یا زهرا سامانه‌ای کاملا بومیه که نیاز دفاعی اون به وسیله قرارگاه پدافندی هوایی به صنعت دفاعی کشور مطرح شد و در نهایت این پدافند ساخته شد. از مزایای این سامانه پدافندی میشه به متحرک و تاکتیکی بودن و قابلیت استقرار تو شرایط آب و هوایی مختلف و دقت بالای اون اشاره کرد. اولین محصول پروژه یا زهرا تو تابستون 1377 در نمایشگاه دستاوردهای دفاعی به نمایش گذاشته شد که شامل موشک و جایگاه حمل و پرتاب اون بود و بعد از اون تو نمایشگاه‌های مختلف موشک این سامانه به نام شهاب ثاقب در معرض دید قرار گرفت و به دلیل استقبال زیاد بازدید کننده ها تو نمایشگاه دائمی وزارت دفاع جای ثابتی به اون اختصاص داده شد. بعد از گذراندن مرحله‌های مختلف تکاملی خط تولید سامانه پدافند یا زهرا تو بهمن 1391 با حضور سردار احمد وحیدی افتتاح شد. اون گفت که این سامانه قدرت رهگیری و هدف زنی و هم انهدام چند هدف به صورت همزمان با قدرت شناسایی موثر و سرعت بالا رو داره. اعلام شروع به کار خط تولید سامانه یا زهرا که کاملترین سامانه‌های جانبی تصویری، حرارتی و لیزری رو داره و سامانه پرتاب اونم با نمونه‌های چینی متفاوته، کمک زیادی به افزایش توان پهپادی هوایی کشور و گسترش پوشش اون تو مناطق مختلف کشور میکنه. سامانه یا زهرا هم به دلیل تولید بومی و هم به دلیل استفاده از روش‌های هدایتی فرمان به خط دید خودکار به جای استقرار یک سامانه تمام خودکار راداری تو موشک شهاب ثاقب از قیمت تمام شده کمتری برخورداره و امکان به کارگیری تعداد بالایی از اون فراهم میشه. در واقع این سامانه میتونه فاصله عملیاتی تسلیحاتی توپخونه‌ای رو با سامانه‌های پدافندی برد متوسط مثل سام 6 به خوبی پوشش بده. پروژه یا زهرا حلقه خودکفایی تو طراحی و تولید سامانه‌های پدافند هوایی برد کوتاه رو تو کشورمون تکمیل کرد. این سامانه تو قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و تو یگانه پدافندی کشورمون گسترش پیدا کرده. همونطور که گفتم سامانه پدافند ارتفاع پست یا زهرا از سلاح‌های پدافندی مؤثر تو حوزه پدافند کوتاه برد به شمار میره. این سامانه با قابلیت شناسایی، ردیابی و انهدام هدف‌های هوایی مثل انواع بالگرد و پهپادهای دشمن تو برد کوتاه یکی از سامانه‌های موفق تو رده خودشه. از ویژگی‌های دیگه این سامانه قابلیت شناسایی هدف‌ها به صورت فعال یا اکتیو و غیر فعال یا پیسیوه. این سامانه برای کشف هدف از رادار تک پالس اسکای گارد که برد حدود 20 کیلومتر داره استفاده میکنه و همزمان 30 هدف رو کشف و 12 هدف رو ردگیری میکنه. مشخصات موشک این سامانه یعنی شهاب ثاقب اینه که طول 2.93 متر،
جرم 85 کیلوگرم، سرعت 750 متر بر ثانیه داره، برد 8600 متر در مقابل هدفهایی با سرعت 400 متر بر ثانیه یا برد 10 کیلومتر در مقابل هدفهایی با سرعت 300 متر بر ثانیه و 11 کیلومتر در برابر بالگردا رو داره. جدیدترین نمونه سامانه یازهرا به اسم یازهرا 3 یا هرز نهم از قابلیت‌های منحصر به فردی برخورداره و نسبت به نسخه اولیش پیشرفته تره. سامانه پدافند موشکی هرز نهم تو 30 اردیبهشت 1391 با حضور سردار وحیدی و سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه رونمایی و یه سال بعد تو همون تاریخ یعنی اردیبهشت 1392 خط تولید انبوه اونم افتتاح شد. سامانه پدافندی هرز نهم رو باید نمونه متحرک شده سامانه پدافندی یازهرا دونست که با اضافه شدن این ویژگی میشه از سامانه هرز نهم به عنوان یک سامانه تاکتیکی بهره برد. البته تو هرز نهم موشک‌ها از 4 فروند تو سامانه یازهرا به 2 فروند کاهش پیدا کرده که هدف از اون رو میشه افزایش قدرت تحرک سامانه هرز نهم تو میدونای نبرد دونست. موشک‌های مورد استفاده این سامانه همون موشک شهاب ثاقبه. سامانه هرز نهم برخلاف سامانه یازهرا یه سامانه غیر فعال یا پیسیوه. پیسیو بودن یه سامانه پدافندی مزیت‌های زیادی داره که یکی از مهمترین این ویژگی‌ها عدم شناسایی اون به وسیله دشمنه. عملکرد سامانه پیسیو اینجوریه که به جای ارسال امواج به سمت هدف که منجر به کشف محل استقرار اون میشه، از امواج ارسال شده به وسیله سایر فرستنده ها در محلهای دیگه استفاده میشه و این سامانه فقط با اتکا به گیرنده رادار امواج بازگشتی از هدفهای موجود تو پهنه آسمون رو دریافت و بر مبنای اون کار کشف و ردیابی هدف رو انجام میده. تو سامانه هرز نهم از سامانه‌های الکترواپتیکی استفاده شده که در کنار اطلاعات اولیه راداری کار فراهم کردن داده‌های لازم برای ردگیری هدف رو انجام میدن. مزیت دیگه سامانه هرز نهم عدم امکان شناسایی توسط دشمن تا قبل از شلیک اونه. این یک قابلیت کلیدی که با توجه به شرایط مناطق جنگی از هدف قرار گرفتن سامانه هرز نهم به وسیله هواگردهای ضد رادار دشمن جلوگیری میکنه. سامانه هرز نهم در برابر جنگ الکترونیک هم کاملا مقاومه و دشمن نمیتونه از این راه این سامانه رو دچار اخلال کنه. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لطفا نظر خودتون رو تو قسمت کامنت ها با من و بقیه به اشتراک بذارید و اگه تا به الان کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فعال کنید.